در ادامه مباحث فیزیولوژی که براتون باز کردم و توضیح دادم که با پیری و ورزش چه اتفاقی واسهشون میفته، به یه عضو خیلی مهم اینجا رسیدیم. این عضو که ازش یک جفت داریم، دو جفت نه، یک جفت داریم ازش، مثل چشم، مثل ریه ها، مثل دست ها، اما اینقدر به چشم نمیاد و کارکردش رو بیشتر، ببخشید باید اینجوری بگم، توی توالت حس میکنیم. در واقع اون جایی که ما ادرار میکنیم این کارکردش خودش رو نشون میده. اما صرفاً کارکرد این ادرار و تصفیه خون نیست. من دارم راجع به کلیه ها صحبت میکنم، همون چیزی که شما وقتی اسمش میاد به شوخی ممکنه بگید که خب من یه کلیه همو میفروشم اگه پول لازم باشه. خیلی به شوخی و خنده این استفاده میشه، اما این عضوها خیلی مهمن. با نبودشون در عرض 2 یا 3 روز یا حتی 4 روز یک فرد میتونه از بین بره و بمیره به خاطر تغییراتی که در سطح خون اتفاق میفته. اما چجوری این فیلتراسیون رو انجام میده؟ باید بگم که 1100 میلی لیتر در دقیقه از قلب خون میگیره، یعنی اون 5 لیتر تا 6 لیتری که خون برونده داره از قلب، این 1100 میلی لیترش به این میرسه و تنها 700 میلی لیترش به مغز میرسه. پس میبینیم این عضو خیلی مهمه. البته این جمع دوتا کلیه روی هم هست و تکی نیست و این میزان با فعالیت ورزشی کم میشه، چون که نیاز به عملکرد کلیه تو فعالیت ورزشی زیاد نداریم و بیشتر این خون منحرف میشه به سمت عضلات که این سیستم با اعصاب سمپاتیکی و آدرنالین ها اتفاق میفته که بعدها راجبش بیشتر صحبت میکنم. اما باید بگم که کلیه ها کارکردهای خیلی زیادی دارن، صرفا تولید ادرار نیست. پاکسازی خون هست، تولید گلوکوز یا به اصطلاح گلوکونئوژنز در شرایط گرسنگی و فاستینگ هست که الان سیستم های فاستینگ هم خیلی مد شده. این عضو میتونه هم پای کبد برای ما گلوکوز تولید کنه. در کنار این میتونه برای ما ویتامین دی رو به حالت فعالش در بیاره، یعنی به حالت 1.25 دیهیدروکسید ویتامین D3 تبدیلش کنه یا به اصطلاح کلسی تریولش کنه. کلسی تریول چیزی هستش که میتونه کمک کنه به جذب کلسیم و با مشکلی که در کلیه ها میتونه به وجود بیاد یا بیماری های کلیوی، جذب کلسیم میتونه خیلی بیاد پایین و متاسفانه پوکی استخوان هم پیامد دیگه از دست دادن کلیه ها هست و کارهای دیگه هم میکنه. مثلا غلظت خون رو تنظیم میکنه، میزان اریتروسیت ها رو با اریتروپویتین، یک هورمونی هستش که این ترشحش میکنه. وقتی که میزان اکسیژن خون افت کنه، میزان بلبول های قرمز کم بشن یا مثلا فرد در ارتفاع قرار بگیره، کمبود اکسیژنی داشته باشه، چون میدونید که توی ارتفاع فشار اکسیژن میتونه بیاد پایین. به همین دلیل این عضوها واسه ما خیلی مهمن، یا این اعضا باید بگیم، نبگیم این عضو، واقعا هم خیلی مهمن و 150 گرم وزنشون هست به طور متوسط، اندازه یک مشت بسته هستن. در کنار این کارکردهای دیگه هم دارن، مثلا الکترولیت ها که گفتم اگه کم و زیاد بشن میتونه باعث ورم مغزی و سکته مغزی بشه برای ما. حتی اعصاب مغز درست کار نکنن، فکر کردن، حرف زدن، نگاه کردن که شما الان دارید زحمت میکشید من رو نگاه میکنید، این میتونه درست انجام نشه به خاطر تغییراتی که توی الکترولیت ها هست، مثل سدیم، پتاسیم، کلورید، کلسیم که داخل استخوان ها کاربرد داره. عملکرد قلب با کلسیم و پتاسیم هست و سدیم، اینها میتونه همه مختل بشه اگه این عضو درست کار نکنه. پس تصفیه اینها با این عضو. در کنار اینها میتونه یک سری مواد مثل اوره، مثل اسیدهایی که از در واقع متابولیسم پروتئین به وجود میان واسه افرادی که پروتئین زیاد میخورن یا مصرف دارن، ورزشکارای عزیزمون، مربیای عزیزی که دارید من رو میبینید، اگه مصرف پروتئین شاگردتون یا خودتون خیلی بالاست، یادتون باشه که کلیه براتون خیلی کاربرد داره و باید خیلی بهش اهمیت داده بشه. مصرف مایعات برای جلوگیری از سنگ کلیه خیلی مهمه. گفته بودم تو بخش مایعات که 3700 سی سی و 2700 سی سی برای مردان و زنان به ترتیب لازمه به طور روزانه در عادی و استراحتی، اگه تحریق زیاد نباشه لازمه. پس میبینید که این عضوها باید سلامتیشون حفظ بشه. اما به چند طریق این عضوها، از طریق لوله هایی که دارن یا به اصطلاح لوله کشی خیلی پیچیده‌ای که دارن که اسم علمی این لوله ها توبول ها یا نفرون ها هست و سلول های فعالی در دیوار این لوله ها هستش، مثل عروق ما، مثل بقیه اعضای بدن ما سلول های فعال و زنده ای دارن که دفع و بازجذب رو گردن میگیرن برای ما و انرژی مصرف میکنن هر کدوم از این سلول ها و اجزای پیچیده سلولی رو که براتون توضیحش رو دادم دارن و میتونن دچار پیری هم بشن.
این کارکرد رو برای ما دارن. حالا چطور کار میکنن؟ میتونن آمینو اسیدها و گلوکوزی که داخل پلاسما هست دفع بشه از طریق این فیلتراسیون داخل کلیه که به اصطلاح فیلتراسیون گلومرولی میگیم. در یک کپسول های ریز این اتفاق میفته. این مواد دفعی که لازمه مثل گلوکوز و آمینو اسید که گفتم باز جذب بشه از طریق حرکت داخل این توبول ها که به سمت دفع میخواد بره. قبل از اینکه به سمت دفع کامل بره و وارد مثانه بشه میتونه داخل خود کلیه هم دفع بشه هم باز جذب بشه. از طرفی هم دفع بشه هم باز دفع بشه. مثلا یک ماده مثل بیلیروبین یا کراتینین موادی هستن که دفعی بدن یا حتی اوره میتونه یک بار توی فیلتراسیون دفع بشه، یه بار از طریق این توبول ها یا لوله ها دفع بشه. یک سری اسیدها که گفتم مثل H مثبت، مثل اسید فسفوریک یا اسید سولفوریک که به خاطر مصرف مواد زیاد پروتئینی یا تغذیه پروتئینی بالا میتونن به وجود بیان، دفع کامل داشته باشن. یه سری مواد هم بازجذب متوسط دارن مثل الکترولیت ها، منیزیم، پتاسیم، سدیم، کلورید و امثال اینها یا حتی H مثبت هم تا جایی که متونه دفع میشه چون حالت اسیدی به وجود میاره واسه خون، اما یه مقدارش هم ممکنه جذبم داشته باشه، باز جذب در واقع. همینطور یون بیکربنات که بافر خونه هم میتونه جذب بشه که از ترکیب آب و CO2 به وجود میاد، میتونه باز جذب در واقع داشته باشه. و اما یه مقداری از اینها هم باز باید دفع بشن. خود کلیه میتونه تنظیم کنه که چقدر از اینها رو دفع یا باز جذب کنه. اینو از طریق یک سری هورمون ها مثل آلدوسترون میتونه کنترلش کنه، مثل رنین میتونه کنترل کنه، مثل هورمونی که از هیپوفیز به وجود میاد به نام آنتی دیورتیک هورمون یا هورمون ضد ادراری که با فعالیت ورزشی هم بالا میره، میتونه اینها تغییر کنه، باز جذب آب زیاد بشه که از طریق این توبول ها داره دفع میشه، تو مسیر دفع اینا باز جذب میشن. اما از یه جایی به بعد دیگه بازجذبی وجود نداره. وقتی از یوریتر کلیه یا اون بخش خروجی کلیه که وارد مثانه میخوان بشن دیگه میرن بیرون، از اونجا به بعد دیگه بازجذبی ما نخواهیم داشت و مقدار زیادی از اینها دیگه به سمت دفع، در واقع کلش به سمت دفع میره، فکر کنم بگم بهتر باشه. میزان این توبول ها در کلیه های ما توی هر کدومش 1 میلیون عدد، 800,000 تا 1 میلیون محاسبه شده، تخمین زده شده و این میزان فیلتراسیون خیلی بالایی رو برای ما میتونه به وجود بیاره. این توبول ها 60 بار در روز میتونن کل پلاسمای خون رو دریافت کنن، در واقع دو تا کلیه با هم دیگه 60 بار در روز 180 لیتر پلاسما رو میتونن دریافت کنن. البته اگه پلاسما رو به طور متوسط 3 لیتر در نظر بگیریم تو خون، این 60 بار توی سال یه چیز حدود 65700 لیتر میشه و توی 70 سال اگه ثابت نگهش داریم تقریبا 4,600,000 بار این پلاسما رو میتونن دریافت کنن و تصفیهش کنن و بازجذب و حالا اتفاقایی بعدش. اما در کل باید بدونیم که با افزایش سن این مقدار فیلتراسیون گلومرولی یا فیلتراسیون کلیوی در کل که اسم اصلیش در واقع همون گلومرولی هست یا علمیش، این میتونه کم بشه. چرا؟ چون این 1 میلیون توبولی که داخل هر کلیه هست با افزایش سن میتونه کاهش پیدا کنه، اما کاهشش به ازای هر سال بعد از 40 سالگی 1% و هر دهه 10%. و این اگه حساب کنیم عدد خیلی بزرگی نخواهد بود توی هر دهه، اما سطح کراتینین خون رو میتونه افزایش بده و حتی سطح اوره خون رو میتونه افزایش بده با افزایش سن. پس میبینیم که این فیلتراسیون وقتی کم بشه در دراز مدت میتونه مشکل ایجاد کنه. حتی بعد از 30 سالگی هم این توبول ها میتونن 6200 عدد از هر کلیه کم بشن. یعنی از اون 1 میلیون تا توبول 6200 عدد هر سال میتونن کم بشن. یعنی پس بعد از 30 سالگی هم یک افت یا یک سراشیبی رو ما توی این سیستم کلیوی داریم که توی بقیه اعضای بدن هم داریم. مثلا عضلات که هر سال 1% ازشون بعد 50 سالگی 45 سالگی به بعد کم میشه، یا سلول های مغزی که 1% به ازای هر سال کم میشن. اینا یک عددهای حدودی هست واسه افراد مختلف متفاوته، اما همه این سراشیبی رو میشه به مسیر صاف یا حتی سربالایی تبدیل کرد برای از دست داد. یعنی اون مسیر پیری که به اصطلاح میگن که وقتی طرف پیر میشه دندون نداره نون داره، یا برعکسش وقتی که نون نداشت دندون داشت که جوان بود، این میتونه برعکس بشه و وقتی که نون داره دندون هم داشته باشه اون فرد. یا شمایی که دارید من رو میبینید توی سن بالا پا گذاشتید، مثبت 50 سال، مثبت 60 سال، حتی مثبت 70 سال هستید، مطالعات نشون داده که میشه این از دست دادن حداقل این فیلتراسیون گلومرولی رو برگردوند، حتی به اندازه 1 میلی لیتر در دقیقه این رو
حفظش کرد با گذشت زمان یا با گذشت سن بین 70 تا 89 سالگی که اینها هی باید کم بشن. مطالعات نشون داده که تمرینات 30 دقیقه فقط پیاده روی، یعنی نه تمرین اون چنان شدید خسته کننده، فقط 30 دقیقه پیاده روی ملایم، نه ملایم، سطح متوسط فشار 60% بیشینه فشار اون فرد، و همینطور 10 دقیقه فعالیت پایین تنه، فعالیت قدرتی و استقامتی پایین تنه، تونسته که این میزان فیلتراسیون گلومرولی رو به شکل 1 میلی لیتر در دقیقه بالاتر از حالت عادی حفظ کنه. یعنی این یک عددی میشه که دیگه توی سراشیبی نیست، به اضافه مسائل دیگه‌ای که توی بدن به وجود میاد، مثلا افت برونده قلبی که به خاطر ضعف عضلات قلب با سن بالا میتونه به وجود بیاد، افت متابولیسم پایه بدن یا بیسال متابولیک ریت که میتونه به ازای هر سال 1.5 تا 2% کم بشه بعد از 50 سالگی و حتی 40 سالگی، و اینها میتونه به اضافه اون مسائلی که گفتم، این نفرون ها یا لوله ها و توبول های کلیوی بازگشت پیدا کنن یا حداقل سطحشون حفظ بشه. اما در کل باید بدونیم تا چه حد ما باید تمرین کنیم، چون تمرین های شدید هم میتونه جریان خون این بافت مهم و این عضو مهم رو برای ما کم کنه. مصرف یه سری از آنتی اینفلاماتوری ها یا داروهای ضد التهابی، انسد به اصطلاح میگن پزشکا بهشون، میتونه باعث بشه که خون رسانی به این بافت کم بشه. از طرفی هم مصرف انسدها، هم فعالیت ورزشی، هم گرمای هوا که تحریق رو میتونه بالا ببره، میتونه میزان خون رسانی به این بافت ها رو کم کنه. و خصوصا توی فصول گرم اگه پیاده روی میرید، زیر آفتاب اگه فعالیت ورزشی انجام میدید، میزان آبی که میخورید خیلی مهمه که گفته بودم بهتون برای بانوان یه چیزی حدود 2700 سی سی در روز باید آب مصرف کنن در شرایط معمول، و توی این شرایط به ازای هر 20 دقیقه فعالیت ورزشی زیر آفتاب یا با تحریق باید نوشیدنی به اندازه 320 سی سی مصرف کنید. 325 سی سی خیلی هم مطالعات نشون دادن که لازمه که به ازای هر 1 رو فعالیت مصرف بشه. اما این میزان برای آقایان میتونه بیشتر باشه، حالا تا 500 سی سی هم میتونه بره به ازای هر 20 دقیقه فعالیت ورزشی زیر آفتاب، و این عدد مهمی. اما اون سطح فعالیت ورزشی و شدت اون هم خیلی برای ما مهمه که باید با تنظیم دقیق اتفاق بیفته. میزان فیلتراسیون گلومرولی بین زنان و مردان متفاوته. برای مردان یه چیزی حدود 100 تا 130 میلی لیتر بر دقیقه بر متر مربع مساحت بدنشون هست. برای زنان هم بین 90 تا 120 میلی لیتر بر دقیقه بر مساحت سطح بدنشون هست. اما باید یادمون باشه که توی این سیستم یک سری فرایندهایی مثل تولید انرژی، مثل ATP در هر سلولی که تو بخش سلول ها توضیحش رو دادم، از طریق میتوکندری میتونه به مشکل بخوره، میتونه استرس اکسیداتیو ایجاد کنه برای این بافت، و همینطور فعالیت ورزشی شدید هم میتونه این استرس اکسیداتیو رو تشدید کنه. پس فعالیت ورزشی ما باید توی رنج خاصی باشه، اصولی باشه، مقدارش، زمانش، حتی اون شدتی که نسبت به ضربان قلب اگه بخوایم تنظیمش کنیم باید 60 تا 70% باشه. البته من این رو برای مربیهای عزیزمون هم میگم که دارن اینجا من رو میبینن و خیلی هم لطف میکنید که من رو میبینید. این رو یادتون باشه بین 60 تا 70%، حتی هر سنی که اون فرد هست میتونه این فعالیت تغییر کنه. اما حواسمون باشه چیزهایی که توی اینترنت میبینیم، اطلاعاتی که به ذهن ما میرسه خیلی زیاده و الان عصر اطلاعات هست و توی اینترنت مثلا اینستاگرام یا پلتفرم های دیگه که مطالبی گذاشته میشه خیلی نمیتونیم به روایی داشتنش یا وریفای بودنش مطمئن باشیم یا رفرنس هاشو نمیدونیم چی هست. برای همین بهتره که جایی رو نگاه کنیم یا حرف افرادی رو گوش کنیم که با رفرنس و با علم صحبت میکنن، که منبع موثقی واسه این کار دارن و مراجع درستی رو استفاده میکنن. توی دیسکریپشن پایین من لینک ها رو براتون گذاشتم که میتونید ببینید و مقالاتی که داره استفاده میشه، کتابی که من دارم، تکست بوک هایی که ازش استفاده میکنم رو میتونید ببینید. سپاسگزارم که با من همراه هستید.